ممکن است پرسیده شود که چرا امروز در شرایطی که افغانستان با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حقوق بشری و اجتماعی روبروست باید درباره گفتمان رسمی شکلگیری دولت در افغانستان یا نقد و واکاوی گفتمان بحث کنیم. سوالا را دوستا همه تعداد طبعا را میپرسن و همش مطرح میکنن که باید اولویت ها را در این مرحله درک بکنیم. پاسخ من است که یکی از ریشه های بحران افغانستان بحران روایت است. تا زمانی که دولت، ملت، هویت، تاریخ، زبان، مرز، قدرت و مشروعیت در افغانستان بر پایه روایت‌های انحصارگرا، حذفگرا و از بالا و پایین تعریف شوند، بحران ادامه پیدا می‌کند. هیچ جامعه متکثر نمیتون با یک روایت تک‌صدایی انحصارگرا، یک هویت تحمیلی و قومی و یک تاریخ رسمی بی رقیب و ثبات رساند. افغانستان یک جامعه متکثر است. این تکثر چی قبل از دوران استعمار و چی بعد از مرحله شکلگیری دولت‌های پسا استعماری واقعیت تاریخی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و اجتماعی این سرزمین است. اما گفتمان رسمی در بسیاری از مراحل تلاش کرده این تکثر در قالب یک تصویر همگون و یک دست جا بده. یک تصویر همگون و یک دست قومی و انحصارگرا. این تلاش به جای ساختن وحدت واقعی اغلب به تولید شکاف، بی‌اعتمادی و مقاومت منجر شده. بنابراین نقد گفتمان رسمی فقط یک بحث دانشگاهی نیست. این بحث با آینده سیاست، عدالت، همزیستی، دولتسازی و صلح در افغانستان پیوند مستقیم و ناگسستنی دارد. اگر بخوایم آینده متفاوت بسازیم، باید گذشته را هم طوری دیگه بخوانیم. نه به خاطر انتقام، نه برای ایجاد نفرت، نه برای انکار دیگه، بلکه برای رهایی از اسارت روایت هایی که ما را از دید واقعیت های پیچیده جامعه خود محروم ساخته. برای این کار باید از اسارت ناسیونالیسم انحصارگرایی کور بیرون شویم و جامعه را، مردم و خود همونطوری که لازم است به صورت عقلانی و منطقی تولیدگی ببینیم تا زمینه تولیدگی زندگی کردن و بهتر زندگی کردن بر ما فراهم شد.